چه نوع تفکری باعث میشه که فرد دست به خودکشی بزنه. آدمی که دست به خودکشی میزنه و جون خودش رو میگیره دقیقاً از چه طرز فکری داره تبعیت میکنه. توی این ویدیو میخوام به این موارد بپردازم، لطفاً با من همراه باشید. خودکشی پدیده بسیار وحشتناکی هست که متاسفانه در ایران هم بسیار شایع شده. اینقدر این پدیده تأثیرگذار هستش که متاسفانه با خودکشی یک فرد اثر غم‌انگیز و ابهام‌آلود و ناراحت کننده اون تا مدت‌ها روی اطرافیان دور و نزدیک باقی میمونه و همه ما رو میبره به یه سمتی که دچار سوالای مختلفی میشیم. به این میرسونه که از خودمون میپرسیم چرا؟ چی شد؟ چرا چنین تصمیمی گرفت؟ یعنی دیگه هیچ راهی وجود نداشت، یعنی هیچ کس نبود که بهش کمک کنه، یعنی تمام راههای ممکن رو تست کرده بود و در نهایت به این نقطه رسیده بود که باید به زندگی خودش خاتمه بده. یعنی واقعاً زندگیشو دوست نداشت، هیچ نقطه‌ای پیدا نمی‌کرد که به خاطر اون خودشو نگه داره و دست به چنین کاری نزنه. پاسخی که در اینجا به این سوال که آیا زندگی خودش رو دوست نداشت میتونم بدم اینه که شاید اون زندگی رو دوست داشته، اما اون از اون رنج روانی خسته شده بوده، از اون افکار فلج کننده خسته شده بوده. در واقع توی یک تونلی که یه مقدار جلوتر کامل راجع به این تونله براتون توضیح میدم، توی اون تونله گیر افتاده بوده و انتهاشو نمیدیده. این باعث شده که دست به چنین کار خطرناکی بزنه و همچنین ما با سوالات بسیار زیادی مواجه میشیم. کلن در ابهام فرو میریم، یعنی کلن پدیده خودکشی ما رو توی ابهام میبره. ما اصلا علتش رو نمیدونیم، چرا، چه ساعتی این کار رو انجام داد، برای چی چنین تصمیمی گرفت، چه چیزی باعث شد که در نهایت طاقتش بریده بشه و چنین تصمیمی بگیره. اینا سوالاتی هستش که شاید تا آخر عمر به جوابی نرسه، همینطور مبهم بمونه و یه جاهایی واقعا ما باید تحملمون رو در برابر ابهام بالا ببریم. ابهام همون چیزیه که فرد رو به طرف خودکشی میبره. ابهام همون چیزیه که گاهی وقتا ما باید بهش احترام بذاریم. یه سری چیزا رو نباید بدونی، یه سری چیزا رو نباید خیلی کلنجار بری باهاش، باید بسپری دست زمان. به مرور زمان اون اتفاق حل میشه و شما به جواب سوالت میرسی. این همه تلاش کردن و کنکاش کردن برای اینکه به یه جوابی همین الان برسی کارو خراب میکنه و واقعا گاهی وقتا اتفاقات بدی میفته. فردی که دست به خودکشی میزنه در واقع یه قفلی دستشه که کلیدی برای باز کردن اون قفل نداره، فقط میخواد از شر این قفل رها بشه. بنابراین میزنه کلا قفل رو نابود میکنه و ترجیح میده که کلا نباشه، کلا یه خط بکشه روی خودش و این یک خطایی هستش که توی ذهن فردی که خودکشی گرا هست به وجود. اما یه مسئله دیگه دید تونلی یا به قول روانشناسا خطای شناختی تونلی هستش که الان میخوام براتون کامل اونو با یه مثال توضیح بدم. نویسنده این کتاب به نام روری اوکانر که در واقع خودش هم جز بزرگترین کسانی هستش که تو زمینه خودکشی داره فعالیت میکنه در سطح بین المللی، ایشون یه خاطره خیلی جالبی رو از خودش تعریف میکنه. البته اینم توضیح بدم که
این کتاب به تازگی توسط نشر ققنوس منتشر شده که مترجم این کتاب هم جناب آقای مصلح میرزایی و مینو میری و محسن رضاییان هست. خب اگه دوست داشتید میتونید تهیه کنید و مطالعه کنید. بسیار کتاب ارزشمندی هست در این زمینه. خب یه کوچولو حرفم رو اصلاح کنم. جناب آقای دکتر روری اوکانر متخصص در زمینه پیشگیری از خودکشی در سطح بین الملل هستش. اونجا گفتم متخصص در زمینه خودکشی، پیشگیری از خودکشی. خب ایشون میگه من وقتی بچه بودم توی ایرلند شمالی زندگی میکردیم و اونجا یه فضای خیلی بزرگی بوده که بهش میگفتن بهشت کودکان. اونجا میرفتن بچه ها بازی میکردن و خب رودخونه بوده، حصار بوده، نمیدونم فضای سرسبز بزرگ، درخت، کلی فضاهای جالب و متنوع بوده. انتهای رودخونه یک تونل خیلی بزرگی وجود داشته که یه روزی حالا روری اوکانر و دوستاش تصمیم میگیرن برن حالا ببینن چه خبره دیگه، حالا از سر کنجکاوی ببینن داخل اون تونل چه شکلیه و بازی کنن. البته اینم اضافه کنم که زمستون بوده، هوا سرد بوده. این بچه ها میرن وارد تونل میشن و در اونجا حالا دوستای اوکانر ازش فاصله میگیرن ظاهرا، حالا میرن یه جوری که از دیدش خارج میشن، دیگه اونا رو نمیدیده. خودش هم که یهو میفته توی آب و یه ذره بدنش خیس میشه و همینجوری داشته میلرزیده، مثل موش آب کشیده شده بوده و خیلی یه ترس و وحشتی هم افتاده بوده توی جونش. انتهای تونل هم دیده نمی شده به خاطر اینکه هوا گرگومیش بوده و هیچ دیدی به انتهای تونل نداشته که بگه خب حالا مثلا ترسی نداره، بذار من یه ذره تحمل کنم میتونم رد بشم. اونجا این بچه شروع میکنه به سر و صدا کردن دوستاش و میبینه هیچ کس صداشو نمیشنوه. تعریف میکنه، میگه اونجا یه لحظه میخکوب شده بودم، دچار استیصال شده بودم، فکر میکردم دیگه همه چیز تموم شد و من اینجا گیر افتادم، هیچ کس نیست که نجاتم بده و من میمیرم. میگه انقدر این افکار فلج کننده بوده که حتی به عقلم نمیرسیده که یه دور بزنم از همین راهی که وارد تونل شدم، از همین راه برگردم. حداقل میدونسته که راهی که وارد شده خب باز بوده که وارد شده، بسته که نشده، از همین راهی که اومده برگرده. ولی اون فکره به قدری محدود شده بوده، به قدری دست و پاشو بسته بوده که حتی دیگه یه فکر به این سادگی هم به ذهنش نمیرسیده. اوکانر میگه البته ما نمیتونیم اون گیر افتادن داخل تونل رو به رنج روانی که منجر به خودکشی میشه شبیه کنیم و در واقع مقایسه کنیم، اما این فقط به ما یه بینشی میده، یه سرنخی میده که افکار چطور میتونن محدود کننده بشن، چطور میتونن واقعیت ها رو تحریف کنن، چطور میتونن راه حل ها رو برای ما مسدود کنن و چیزای خیلی ساده و راهکارهای خیلی ساده هم به ذهنمون نرسه و دست و پا گیر بشه و تصمیم خطرناکی که نباید بگیریم رو بگیریم. بالاخره اوکانر از اون تونل نجات پیدا میکنه، دوستاش صداشو میشنون و به دادش میرسن و نجاتش میدن. الانم که عرض کردم ایشون یکی از مؤثرترین روانشناسان در این حوزه هستن. اما نتیجه‌ای که ما از این مثال میگیریم اینه که افرادی که دوچار این نوع تفکر هستن یا دست به خودکشی میزنن، دو نوع تفکر میاد سراغشون. یکی این که یه سری از افراد هر چقدر بهشون بگی بابا انتهای تونل روشن، نور هست، پایان شب سیاه صبح سپید است،
اصلا باور نمیکنن، نمیپذیرن. یعنی ذهنشون محدودتر از این حرفا شده که بتونه این جملات رو درک کنه، بتونه چنین چیزی رو باور کنه. تا باوریش انقدر اومده پایین که نمیتونه چنین حرفای حکیمانه ای رو توی وجود خودش تجزیه تحلیل کنه، درک کنه، صبور باشه کمی و خب این آسیبی که نباید بزنه رو در نهایت به خودش میزنه. اما یه نوع دیگه اینه که انگار توی تله ذهنی گیر افتاده، میدونه که تهش روشنه ها، ولی میگه من نمیتونم حرکت کنم. مثل اوکانر که میدونست یه راهی بوده که اومده وارد شده ولی نمیتونسته بچرخه و برگرده و خارج بشه. این فرد میدونه که ته تونل ممکنه روشن باشه، ممکنه اتفاقای خوبی بعدها براش بیفته، ولی تاب و توان و طاقت اینو نداره که صبر کنه. دوستان خوبم، ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگر دوست داشتین خیلی خوشحال میشم که لایک کنید، کامنت بذارید، شیر کنید برای کسانی که واقعا نیاز دارن این حرفا رو بشنون، به اشتراک بذارید. خیلی متشکرم. یه سخن کوتاه دیگه ای دارم و بعد با شما خداحافظی میکنم. ببینید، من کاملا درک میکنم که اون درد روانی، اون رنج روانی اونقدر شکننده، دست و پاگیر، فلج کننده هست که افکار رو روز به روز محدود و محدودتر میکنه. اما اگر کمی تحمل ابهاممون رو بالا ببریم، اگر تحت درمان هستیم درمانمون رو قطع نکنیم، اگر آدم‌های مطمئنی دور برمون هست ازشون کمک بگیریم و یه مقدار تحمل کنیم، تحملمون رو، تاباوریمون رو در برابر مشکلات، سختی هایی که میدونم کم نیست، میدونم توی این اجتماع چه مشکلات فراوونی برای تک تک ماها وجود داره، اگه کمی تاب و توانمون رو بالاتر ببریم، بهتون قول میدم واقعا ته اون تونل هنوز خورشید داره میتابه، هنوز صدای رودخونه میاد، هنوز صدای پرنده ها میاد، هنوز میشه قشنگ زندگی کرد. لطفاً اون نعمت ارزشمند زندگی رو به این سادگی کات نکنیم، قطع نکنیم. کمی تحمل کنیم برای داشتن زندگی زیباتر. ممنونم که با من همراه بودین. روی ماه تک تکتون رو میبوسم. خدا نگهدار.